درود بچه ها، وقتتون بخیر. با ضرب کسرها در خدمتتون هستیم به روش شکل. اینجا 2/3 ضرب در 1/4 داریم. یه شکلی میکشیم، ترجیحاً مربع باشه یا مستطیل باشه که تقسیماتمون راحت تر باشه. 2/3 ازش گفته باید رنگ بشه. ما 2/3 از شکل رو در تقسیم بندی اولیه‌مون رنگ میزنیم. بعد گفته ضرب در 1/4. میایم این تقسیم بندیمون عمودی بود، میایم این دفعه تقسیم بندی افقی انجام میدیم. مخرجمون چنده؟ 4. به 4 قسمت. 1 2 3 و 4 قسمت. حالا چند قسمت از 4 قسمت؟ یک قسمت. یک قسمت رو رنگ میزنیم. خب حالا قسمت هایی که دو رنگ شدن اصطلاحاً، یکی اینجاست و یکی اینجا، میشه 2 از چند قسمت؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 2 از 12.